امروز من و فلیم قراره 12 ساعت تو خاکی زنده به گور بشیم و ببینیم چقدر میتونیم قبر رو تحمل کنیم. آقا ایده مشکل زاییه، خطرناکه. خاکو بزنیم اعلام کن اگه چیزی بشه در گردن ما. هر چی شد گردن این دوتا. YouTube no responsibility to us. We are not robots. این چالش واقعا چالش خطرناکیه. پس سهیل و حسام و چندین نفر دیگه از بیرون حواسشون بهمون هست تو اگه هوای داخل تابوت کم بشه کپسول اکسیژن کمکمون میکنه. نیفته رو جو امام زمان. Holy shit! نمیخوام من میرم. میخوام درس بخونم. گو خوردم. من میخوام درس بخونم. وای حسین وای اولین خاک. بریز رفاقت داداش دادا بریز. زهرمار. این چیه؟ 1% اینجا ترک بخوره مردیم. خیلی وای الو حسین یه دقیقه دهنتو ببن آروم باش. بگو فقط خاکی یه کلوخ انداختی رو سرم سهیل. وای داداش کلوخ میفته رو سرم. ای حاجی هنوز دورمون خالیه اینجا معلومه نگاه. نمیفهمی هوا داره سنگین میشه. داش داره سنگین میشه. بابا حواست باشه این کلوخ گنده ها رو نریزید میشکنه میمیریم ها. چرا من بمیری دیگه چرا نمیری؟ داداش اینا رفته تو اینجوری خوابیدن من تو داری میشه خاک میرسی. بابا این چه وضعیتیه؟ آقا بیا بیرون من میخوام ببینم. نکن من میخوام ببینم بریز خاک رو سر من حساب. تو سر شدیم. حالا که من و فلیم وارد تابوت شدیم فضا خوفناک‌تر از اونی بود که فکرشو کردیم. آقا من دارم ویدیو آپلود میکنم. فلیم تایتل چی بزنیم؟ چی داره ویدیو راجع به ویدیو بوفون رو دارم آپلود میکنم. بوفون؟ آره بوفون. پک بوفونه نگاه. دارم تازه آپلودش میکنم. حاجی فکر کن اینجا ویدیو رو آپلود کردم رنگ 1 شه. از این بعد همه ویدیوها میخوام. آقا میگم یه سنگ بزرگ میخواد بیاد. بابا نه نکن میشکنه به قرآن مسخره بازی در نیار. آماده باشی بریم یه سنگ 130 کیلویی. مسخره بازی در نیار. بهتر حالم بده نمیتونم بمونم. اکسیژن رو بدم جدی؟ آجی حال من خیلی بده. بیا اکسیژن بگیر. آجی حال من خیلی بده. بیا اکسیژن رو بگیر حسین. نه حال من بده. تو من میرم متر نمیتونم. بابا یعنی چی نمیتونم؟ تازه اومدی احمد. نمیتونم. بیا اکسیژن رو بگم بده. اکسیژن رو بگم آجی دست من آوردی پایین بکشی. بریم کپسول اکسیژن میخوای؟ نه من نمیتونم. مثلا بگی اکسیژن جدی بیاره؟ نه با داشتم میخواستم شوخی نکن بیشور. من اصلا شوخی دیخی دادم بس انرژی یاد الان ما 10 متر به کمی میرسیم به لایه اوزون. چی گفته الان؟ احمد 200 کیلومتر کندن نرسیدن تو میخوای با 10 متر برسی؟ داداش تو الان من چجوری لیسانس دارم 10 متر میکنیم اوزون 20 متر دیگه نیوتن چی داری میزنی؟ احمد تو هم دستشویی نکردی چیکار میخوای بکنی؟ من یه ذره باد دارم. بابا تو رو قرآن اینجا چیز نکنی ها. جدی دارم میگم نگه دار تا آخر چالش باید نگه داری. یه فجار 10 دست میزنیم. 10 چرا دقیقاً؟ گلیا بیا بودو دیگه این گل. خب یه بار این کاره نیست. یه حرکت میزنم. آخ سرم. داشت این حرکت خوبی نبود این. آجی داره تاریک میشه. احمق تاریک بود. من جای نور رو عوض کردم. آجی داره خرقل نمیگم. آجی جدی من بگو. آجی من دکتر جوابم کردم. بلن همین بود. نصیحت میگم کردی؟ چرا میگفت اوناتون رو تموم کن سریع‌تر. میخواستید دیگه اوه بچه آجی الان دی چی گفت؟ وای هنسام الان دی چی گفت؟ یعنی چی؟ یعنی چقدر تو هنسام جک. یعنی چی؟ یعنی چقدر تو خوشگلی. نظر چند بار این صحنه رو تمرین کردم. تمرین نمیخواد. الان تو میتونی بدون تمرین انجام بدی اونو؟ تموم شد همین 5 ثانیه؟ نکن برو بالا
بابا رفتم تو حس حاجی، اینجا کشتی نه، اینجا قبره حاجی. تو اون یه کشتی هم نرفتی. رفت کن بابا سب چی سب کن بابا؟ روز رفت. من بابا بذار من الان خیلی احساساتی شدم. من تو پشت تو بیا. تو بیا. تو نه تو بیا پشت من. خب من میام پشت تو و از من تو بیا. خب تو این بیا. الان پشت کن. الان بیا تو. من پشت کن دور میدونه. تو من پشت میکنم الان. بیا دیگه. جک پشت روز وایساده بعد دستاشو اینجوری جلو دریا من فقط الان از این کلا این فیلم تو استثنا همین دو تا صحنه رو داشت. به خدا سرم شکست. قبول داری الان وقت احساساته. چه آهنگی احساسی میکنه به جز سرویس؟ رایم پرسل رایم دو تو خراب کردی تو خراب کردی همه چی. تو که زنیده تو بلد نیستی واسه چی بگی آهنگو بذاری؟ شاین like a diamond. تبلیغات مهارست مگه احمد؟ نه اینا رو نمیتونی بذاری. Where diamonds in the sky. منو دوباره خواب کن. دنیا اگه تنها گذاشت تو سلوا رو انتخاب کن. حتی تو تصمیمای من اونجات بی اثر نبود. اوج خواستم دیدی نگم سواتشم باز کنم دران تو بستم. خدا وکیلی همه رو پر کردیم آجی، همه رو پر کردیم. من البته کمتر نقش داشتم چون نمیخوام رفیقام حساب بریز رو برخواب کنم. 71-33 چه کدیه؟ آقا چیزی نیاز ندارید ما آقا آب بده تو. من زیر نشسته بودم پول سگ. نه گناه دارم. بیا بابا اینجا کامل خیس کرد. رسید آره بابا نکن. تو نمیخوام بده خاک بریزوش چرا ریختی آقا چیپس داری میدی؟ حاجی چیپس کچاپ اینا ندیم ما اینجا خفه میشیم. نه چیزه چیه این؟ بیا چیپس اومده دارم. چرا بازه این؟ مجان تل مسابقه لستشو خوردین. اینجوری ازم پذیرایی میکنه زیر زمین. آره باش چه ندیدن اصلا. ببین یه کار نکن خاکو پرتر کنم. داداش من که میام بالا حسام. نکن احمق افتاد رو سرم. گناه داری کوچک برو. اینه موزیک. حاجی شکست به جون مادرم شکست. به خدا شکست. حاجی شکست به اول فصل شکست. به خاک کامران شکست حاجی. به خاک کامران. کامران کیه دیگه؟ الان نیومد تو که چیزی دیگه نمیام رو. چوب شکست. خب نیومد چیزی تو که. تو لندهور پریدی؟ حاجی این چوبه رو نگاه از سقف. با گوشت. سویل احمق چوب شکست. داداش الان ریخته تو عادل نمیدونم خاک. داره سوراخ شده بغلش. خب نریخته تو که دیگه. داره میریزه همینجوری خاک تو. آبه مگه خاک بریزه تو. میریزه دیگه کدوم بره بپرس. داش یه بار دیگه بپری همه چی میریزه رومون. زنده بگو میکن. خب آجی داشتم بهت میگفتم الان چی رو داری داشت؟ وای
حاجی این کله من میره مایتابه. حسین ساکت شد. اما مهدی باز قربونت بشم میخوام یه جایزه بدیم. بیا عزیزم بیا دم لوله دهن رو واکن بیا دم لوله. اومد؟ استعداد تو چیه دقیقاً داداش؟ استعداد این چیه داداش؟ این چیه این بنداز تو. بیا آقا من یه سوالی پرسم اگه درست جواب بدی میاد این پایین. بپر. استان شهر سوالو میخوام طرح کنم نمیدونم. استان تهران چیه؟ گیلان. مرسی آجی من تعطیل درست. خوشمزه است؟ باز نکردیم که هنوز. این پایین پایین یه مزه دیگه داره. دهنو واکن حسین. این موقع چطور بده. این موقع چطور بده مطمئنم. داداش اینا گلیه. داداش چجوری بدیم تو قوم؟ یه گمشو باز کنیم بخوریم بقیه‌شو بدیم تو با پاکت. بگیر اینا. خالیه کسی که اینو بنداز. دستمال میدم اون پایین رو تمیز کنید بچه‌ها. معمولا اونایی که توی فیلم یا ویدیو هم میرن تو غر بعدش میمیرن. مثل سیروس گرجستانی. زندگیمون نابود کردیم. من دهنی کس. تمیز کن اونجا رو. چه آدم گاوی. دستمال چرا فرستادی تو؟ داداش نمیشنوه این خرابه این عزیزم لوله رو تمیز کن. ما ایجا اومد ایجی باهاش یه دقیقه صبر کن. چه ندی دستمال تو؟ چرا اینجوری میکنی تو؟ اینجا حاجی خالمو دیدی؟ خالتو ندیدم چند وقت. الان با خاله من بودی؟ میگم میگی خاله منو خالمو دیدی؟ دیدی؟ میگم خالمو دیدی؟ تو خاله من تمیزه. نگاه کن دستشو نگاه کن. یه بار یه تمیز کن. یه بار دیگه. داش مگه داری؟ باز. عجب آدم گاویه. میگم گلیه با دست کن تمیزه میشه. ببخشید حسام بود. یه مشتما بدیم آشغالاشونو بریزیم. وایسا بابا نمیتون نکن بابا لوله رو نکن. چی؟ داره کشاب میفرسته. ساده بده. ساده خب نداریم. بگو برو بگیر. کجا بگیره وسط بیابونی؟ آقا چیز طعمدار سرکه کچاپ به ما نده. اون یکی اذیت میشه این پایین. دوتایمون میخوریم. بگو بده آدم بده خب. داره میاد. وای بردار. من نمیخورم. بعدم بیا تنده دیگه کچاپ نیست که. نه اون خودمون داریم. یه دونه زیرو داریم. بده اینو بده من میخوام. نه یه زیرو زنی میشه قبلش بخورم. زیرو اینو خوش بگی اینو بده. اینو بگی تو. یه دقیقه کی کجاست الان؟ خونه بدون مهدی این کارو کرده چی بهش میگه؟ میاد این رد نمیشه حسام. وای. بده بالا نمیاد. بردار گیر میکنه. یا بعد ببرن یا نه گیر میکنه بردار ببر. با دست بردار. وایسا چرا پس زد؟ نکن حسام نکن میخوریم نکن بابا روانی بابا میره تو نه وای استرس من از اینکه این چاونه بیشتره. اینجا بابا یه آب نمیتونی بریزی سب کن. قشنگ داش میدی من آب میدی من جا نیست که پام جا نداره. این چیه؟ داداشون باید بمونه نمیتونی. بعد دیش کنم. آره برای دستشویت داره. خب در نداره که. درش هم میخوای بیا. جانم بیا دیش دایم. دید داداش بدونی دارم چیکار میکنم براتون عشق میکنی. بیا ببین یه کاری کردم بتونی نوشابه رو برداری. بیا چیکار؟ دوست داشتی؟ خدای خوب. تو که فقط من تو اینجا زیرو نوشابه می‌خواستم. میخوری بابا. آمدش رفت. داداش این گازش رفت من وایسا یه دقیقه وایسا. اوه نه احمق اینجا به فنا میریم. خوشو بدی به قپار. به فنا میریم اینجا. خوشو. بخورم اون الان نسبت اصلا هیچی نمیشه. مطمئنی؟ آره بگیر اون رو من نگیر. بشما برو. یک. چرا همش روی یکی؟ این مدل ساموناییه. کنیم. برو. 6 3 برو داری 20 تا داری یا برو 8 1 داشت یه رفت
به تراش ای سنگ تراش داش رفیقامون اونجا نمیشه واسهشون غذا نزنیم که مرام معرفت اسمس تو چت. آقا نکن اینو میکوبونم تو صورتت اینجوریه. چیکار کردم من با بخون منظورم رسید به جای خالی جا خالیه ولی واسه جانی. خدای قدر رفیقاتون رو بدونید من اونجا که داشتم خاک میریختم به جون ما به خدا بغضم گرفت. دروغ. قدر نه از 1 تا 10 نمره بده به خودت. 10. ما به خودم به تو هم 10. بیا فیستایم. چی شده داداش چرا اینجوری حرف میزنی؟ حالم بده داش. چرا؟ فیلمشه بابا. جواب نمیده. الو بله داش جمعش خیلی سنگین آجی. داش حال من بده به خدا اصلا نمیگی چی نمیتونیم بخوریم. بیا فیستایم مومنتی آجی بیا فیستایم. چیکار کنم؟ دیگه بیا فیس تایم. من خودم میزنم با حال بدی اینا نگران شن. ببین یه جوری میتونی فیلم نخندی. من میتونم آره. نخند. خیلی یاد بدبختیات بود. داداش اون زیر دارید عشق بابا این که همینجوری افتاده. سوئیلی بیهوش شد. سوئیلی بیهوش شده. چی شده حسین؟ جانم بده آجی حالم خیلی بده آجی. حسین چی شده؟ بیا آقا بیا. تنفس بس. نوراش اینو بگی واسه اینو بگیر اینو بگیر اونو بگیر منشو بگیر. چه حال حسین خیلی بده. حسین الان واسه الان میاریم الان واسه مسکن میارم. به قرآن بریم. داغ سهیل بعد مزه است. زنگ بزن مامانم پلن کن. نه زنگ بزن مامانم. شوخی نکن. نه زنگ بزن مامانم پایین. نه چرا؟ فیستایم کنی؟ نه مامانم فیستایم بلده. خب الان چجوری میخواد باور کنی؟ تو بگو خودت بگو. نه بگو من حالم بده. بگو نه نمیگم خودت من نمیگم. دیگه زنگ بر نمیداره. خوبی؟ نمیدونم خوبی؟ آقا اینا این جیبمه. گوش نه اون نی. آقا غذا میخوای یا نه؟ نه ما 4 متر زمین کردیم. خب الو ویدیو مهدی پس ما هم تو قبلیم این ویو شده. خب این ویو داغه نکن یه دقیقه صبر. داغه الان میگیرم. بابا مردم داداش مردم عزیزم مردم. بابا بده. نه باز نکن بابا باز نکن. دارم میامونم برای این بغل میگه داغ. باش آقا غذا داره میاد غذا بگیر. رد نمیشه داداش رد نمیشه. نمیاد آقا یه لقمه بسته یا نه؟ یه لقمه بر جفتشون. نه بذار یه لقمه دیگه درست کنم بگیر. یکی دیگه بده. خودمون چی هاشی؟ خودمون میخوریم الان اینو بدیم. ببین ما هتل اتراباد. خب میتونی بیا اینجا تو رو خدای لوکیشن میدم. خب پاشو بیا. خب ببین مامانم خیلی بده ما زیر قبریم بعد بیسیممون کار نمیکنه اینا هم نمیفهمن حال ما بده. ما تابوت کندیم تو در وسط ویدیو زرد پرانکت کن. پرانک غذا الان میاد پایین. بگو اومد. بیا واقعا غذا اومد؟ بردار سری بردار برندشو بردار. تو برندشو بردار. خودشو غذا اومد. نه غذا نداریم دیگه. این غذا رو برد. چرا برنداشی؟ بابا بده. نخور آقا همش داری میخوری بید کمک کنم. بده. خوب بخته؟ نه آقا بده بهش گناه داره. نوشابه کو حاجی توف کرد تو. این لقمه رو اسهام گرفته نگاه چه شکلیه. اون دقیقا مثل دستشه. مطمئن باشه حسین سالمه خاکی نباشه. من نمیخورم. خدا رو خورم. حسام
از کجا اومد؟ تو جیبم بود. برای چیه؟ ببین انتخاب داریم بدیمش یه خودمون بخوریم. من میگم با من دسر خودمون بزنیم. داداش اینا تو قبرنده. مهدی نه من هم خفه میشم کدوم انتخاب میخوایی؟ آب به اینا یا تو؟ واقعا من انتخاب نکردی؟ چون میدونم تو قوی تر از این حرفایی. اینو بخور بس. نمیتونم آجی اصلا. من بس همین یا داداش نفس سگی و بلکو غذا خوبه یا نه؟ من نتونستم بخورم. خب بده بالا. آقا یه لقمه دیگه میخوریم بدم پایین؟ دوباره بده پایین. فوت چرا میکنه؟ میگم یه لقمه دیگه میخوری بدم پایین؟ داداش الو آجی حالش بد شده بیا اینجا بیا حالش بد شده به خدا بیا آقا الو بیا. بیا اینو بگیر چجوریه اینو بگیر بگیر اینو الو. اینو بگیر الو. واسه الو. رسید بهش آره بگو بزن بگو روشن کن چجوریه بگو روشن کن آی گازه سوی روشنش کن الو. خب روشن شد. روشن شد. داره میاد داره میاد اوکی الان اوکی اوکیه. داره میاد نفس آره بچه ما دکترم همونجوری که دیدی آوردیم سوی قطعش کن. چرا؟ بده من آقا یه چی بگو ما فقط داریم حرف میزنیم دقیقا چه تأثیری داره الان الو. الو الو. الو الو. آقا خوب شدی؟ حرف بزن چته؟ همونجوری که دیدید ما دکترم آوردیم بچه دکترمون وی پی میفروشه به من زنگ زدن گفتن یه جا خالیه. بده بالا بس دیگه تمام شد وقتت جدی جواب نمیده بده من بیسیمه آقا جون من جدی یه حرف بزن حسین من اذیت حسین به قرآن قبر رو وا میکنم ویدیو خود خراب میشه داشت داشت شدم اینجاست این قبر رو وا کنیم به جونه داشت حسین آقا بیا هر مرده رو زنده میکنه. بیا آجی میشه خودم بخورم من خیلی باسی دوست دارم میشه ندم یه لحظه تو به جون سوی جواب نمیده حسین مهدی به خدا من برداشتم با وا کردم درو مهدی به خدا وا کردم درو چی نمیدی خوده میخوامد خیلی عصبی میشه وای کلوخ صافت دوزاری. نکن آجی نکن ما اینجا همه تو دیراس زده بودن. مهدی خوبی؟ خیلی بیشوری به جون بابام حالم بد شد حسین گفته بود نیم ساعت حرف نزنی داداش دیوونه ای من یه لحظه ریدم بابا داشتم باک کردم پس چی دوست داری؟ ماشین باشه همین بسته این دوتا داره نه بذار ببین گناه داره بر نداشت برداره زام تا بر نداشت بردار جلی شد بیا چی انگار بردست داره غذا میده بیا حسین چند تا شنا میزنی جدی الان نمیدونم الان چرا میزنی چند تا میزنی سر چقدر سر یه تومن بزنیم تو یعنی بهم تو تو میشه 30 ثانیه 30 تا میتونی بزنی دونیت میکنه بعدش آره یه تومن 30 ثانیه بیس نمیتونی حسین نمیتونی تایم بگیر 3 2 1 برو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 چند تا داری میزنی برش من خدا یادم 15 20 بزن تو رو چی خدا واقعا تو 16 ثانیه 20 تا رفت ولی من گفتم 30 تا
گفتی تو 30 ثانیه 20 تا برو. لینک تو بده. نمیخوام. نمیخوام. نه بگو. نه بگو جدی. اصلا دلم نمیاد. نمیخوام آقا به جون حسین نزن. خب دوستان حمایت مالی بابا حاجی به قرآن شرط بستم دیگه. ما میخوایم یه حرکت باحالی بزنیم بچه‌ها. چیکار؟ داش گلیا پوچ بازی کنیم. شما اون دوتا ما این دوتا. خب شما دستو پر میکنین ما حدس میزنیم، ما دستو پر میکنیم شما حدس میزنید. باش بیا. اول ما یا شما؟ سردتون نیستون زیر؟ بیا سنگ کاغذ قیچی بیا سنگ کاغذ آه قیچی. سردشونه چیکار میخوای؟ نه الان بگی سرده. من سلطان گرمایش ایران. گرم کن. اوه. خب الان گرم شده. خوبه بس. نه چرا الان میخوام. YouTube, this is fire for us. Mama. YouTube, this is not YouTube, this is animal. He's animal. گرمشون میشه الان. بسته. آقا گرما حس می‌کنی؟ نه خب ما حس می‌کنیم. آقا احمق ما داریم. ما گرممونه این تو اوکیه. باشه. سنگا از قیچی می‌کنیم کی شروع کنه باز؟ آره سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. چی آوردی؟ سنگ. من کاغذ آوردم. دروغ نگو پسر من دارم میبینمت. چجوری داری میگم کاغذ آوردم؟ بس دروغ گفتی. آقا بیا از اول خب. آقا نه شما شروع. باشه. با بیسیم بلدی پسر؟ احمق اونا اصلا نمیبینن همینجوری دست به دست من عصبی هم چپ من. 80 حدس بزن. چی میگی؟ حدس بزن. چی میگی؟ حدس بزن. حدس بزنم؟ داش به نظر دست کی؟ دست مهدی. مهدی! چپ مهدی گل. مهدی ندیده از زیر خاک بزرگ منی. وایسا راستشی یا چپشی؟ چپشه. وایسا آقا احمد اگه میدیرونه چون یوتیوب زیاد نگاه میکنه چاک کریم خیلی دوست دارم. یکی آقا احمد گلیانی. خب بگو دیگه. حسین راستت پوچ خب پوچ بود؟ آره یا انتقام. آقا نکن. یه کمک میکنی تو گلیا. من گفتم چپ مهدی. بابا بگو دیگه. مهدی راستت پوچ. راستش پوچ. اوه تو میگی چپ مهدی یا راست حسین؟ چپ مهدی. مطمئنی؟ من میگم راست حسین. چپ مهدی. مطمئنی؟ آقا من میگم راست حسین میگه چپ مهدی. ول کن اینا رو. اینو ول کن. بیا نمیاد دیگه. آقا اسم میگه چپ مهدی گل. چپ من بود گل. اولم راستم رو پوچ کردی. حالا بریم رانده بعد. واسه چی گوش نمیدی به حرف من؟ که میدونم اون زیر خاک خب چجوری من میدونستم؟ تو تک گل بگی خب خب 10 تا پاستیل به تو بستنی. مهدی راستت گل. راست من بود. وای دستو درست دادم فرداش. بریزیم زیرشون که بسوزن قشنگ. میشه خواهش کنم بریزی رو من داداش من یه فندک بگیرم زیر خودم. اینو میندازم تو شاهین پلاستیکو. هر کی نندازه. رفیق. آقا جا دارید یه دونه دیگه بگو اون تو؟ گرم هست. میشه من بیام اون تو؟ خواهش میکنم داشت واقعا نمیکشم این بیرون داشت بیرون فضا با گرم هست اینجا یا واقعا نه؟ تنگه فضا بگو با گرم هست یا نه؟ میگه گرم هست یا نه؟ آره بابا این تو گرمه. سامجان نگاه ابداع منو گذاشتم اینجا قشنگ داغ شه دیگه. خراب شد سوله. داش گذاشتم رو داداش قلب. من این سوال دارم دارم. اگر تو عروسی بگیری پدر مادر من دعوت میکنی یا من یا نه؟ پدرتو شاید مادرت میگه نیا میگه من واسه چی میگی؟ باید دعوت کنی. الان همه یوتیوبرها پدر مادرشون رو نمیخوای بگی؟ تو رو دعوت کنم یا نکنم؟ منو بگو. من با خانومم میام. خانوم داری تو؟ نه حالا آی منو گذاشتم وایسا. کی میخوای ازدواج کنی دیگه بابا بگیر دیگه. یه سال دیگه بگیر دیگه یه سال دیگه. آجی میشه من آقا یه دقیقه من میخوام استراحت کنم. رقص آقا استراحت کنیم. من خوابم نمیاد آقا اینا رو ما اول حواسمون باشه سویل به اینا. زیرمون احساس نمی‌کنی داره خالی میشه یه فنری شده. آجی ولی جدی قبل سنگینه. چرا احساس سنگین نمی‌کنی؟ داش اصلا زیر زمین جوش سنگین‌تر و بالاشه. ما اینجا داداش دراز فلم کشیدیم. عشق میکنی اون زیرا. تو داری عشق میکنی اون بالا جا ما جوجه ندادی اصلا که. غذا دادیم اینم. عزیزم یه دونه سیخ جوجه بردار بیار برای ما. الان داداش اینجا ببین چه عشقی داریم میکنیم ما به خدا. ممنونم آقا میداد. میخوام با فلای مچ بندازم کی میبره؟ چی؟ کی مچ میبره؟ دست راست. چی میگه؟ دیگه من میخوام مچ بدازم کی تو مچ من دلش خوشه. تو حسام چی میگه؟ آقا حسین کی بریم
بابا من تو ویدیو هم تو به فکر دیتی؟ جوجه برای کرده بس بلند شو رو تو کن اونور اینو بده من رو تو کن اینو بده من اینو در آقا دستت سوه احمق اینو چرا میزنم بزنی میاد زیر بالا گلوی من؟ اینو بزنی میاد بالا احمق باید بزنی از زیر من من میگم این صد بخواد داداش چرا هر لحظه جوجه داریم؟ بچه ما 3 ساعته داریم جوجه میخوریم نه چه تمام نمیشه 3 ساعته داریم جوجه میخوریم و تمام نمیشه حسین سر چند اگر من تو 1 سال دیگه زن گرفتم شما میتونید ماجی تا 3 جوجه سال خیلی میتونید خوشمزه بود اونو چه ما خوردیم اگه سهیل 2 سال دیگه ازدواج کنه من 3 سال تو اون باکس ماجی جوجه رو چجوری تحمل کنم؟ جوجه رو چجوری تمدار میکنه اگه حسین ازدواج کنه من میمیرم اگه مهدی پس 1 بار در زندگیش به یه دختر نگاه کنه من 6 سال میدونم استرالیا 7 سال بارون میاد ما اگه بدویم الان میرسیم 8 سال دیگه ما اونجاییم بابای من سال 49 بوده نسل سر یه اکشن فیگور قبول قبوله؟ واسه من و واسه تو هر کدوم یکی دیگه آره باش 1 2 3 حاجی زور جفتمون یکیه برو دیگه دارم میرم هیچیه هر مساوی جان بده استراحت کردی وسط بودیم بابا به قرآن مهدی نه، بیا. توش کردی به خدا جان آقا بده. اینو کاد نکن بابا اصلا توش اصلا تو بیا موت ماشی گم شو. باخته وای نمیشه چه میگه؟ مساویه خب وایسا آقا موتوشو داره تکون میده بابا آرنجم بود نه بعد تکون بدی تو 1000 و این بر رفیم بر مساوی من یادم قبل اینجا شاش بکنم بیا یکی اینا رو خالی کن بعد میخوام چیزم دارم توپل خوره چیزم دارم اون خالیه پیپی دارم پیپی دارم دیگه اونو نگر دار پیپی دارم میخوام تو جعبه چیپس نگر دار جدی جعبه چیپسو بده نه اومدم گیرم جعبه چیپس چی؟ میخوام جعبه چیپس پیپی کنم نه اگه چیزم هست بابا، اوکی حاجی. گازم هست اوکی ولی اون ندیگه خدا وکیلی دارم دیوونه میشم چی سوان؟ جعبه چیپسو بده کفتری یک میشینم تو- میرینم تو اینجا یک تو برو دکه چیه یک تو برو آقا یک تو برو. آقا اگر آقا نشد دو هم اوکیه دارم دعوا حاجی چرا خسته نمیشن آقا چی شده؟ اون گرفتی داداش احمد آقا من میگم تو بابا من پیپی زاید. دارم خب پیپی دارم با کن اونجا میگم تو جعبه چیپس برینم بمونیم بابا میگه میخواد برینه تو بابا ویدیو. بو بگیره بگو با کنه مهدی چالشه دیگه باید بکنه سوهل چه چالشی؟ من پیپی میکنم تو جعبه چیپس میدم تو بردار باشه بده من اوکی اون اوکی اگه اوکی همینجوری چیز کنم یه بار دیگه بگو داشت نمیشم اگه اوکی هم همینجوری بندازم اینجا با دست بردار تو چی؟ همین لوله تو چی؟ بابا کیفش اگه حالا میخوای بیبی کن بی تربیت ببین بیبی کن اینو ببرش بالا واقعا اگه میخواد پیپی کنه منو لوله بکشه بالا کوتوله هستم ولی نه اینقدر دیگه لوله برم اوه ما برینیم گیله نه ایده $1,000,000 چیز داری جارو برقی داری؟ باشه اینو بگی یه دقیقه حرف بزن جارو برقی ببین من جارو برقی میکنم تو لوله حسین تو باسن رو بگی دم لوله همینجوری که چیز میکنی من با جارو برقی میارم بالا داری چی میگی؟ بابا حاجی نکن به قرآن میشکنه اینو ببر باش من پیپی میکنم آقا من اینو الان این خاموش خب اگه میخوای واقعا پیپی کنی واقعا برو بیرون آقا الان تو مگه آقا اصلا مگه داداش من این پلن اصلا تو ذهنم هم نبود داداش مگه ما تو کیفت میدینم واقعا دارم میگم اگه میخوای ببینی واقعا برو بیرون
سهیل چیه؟ نمیذاره چرا؟ میگه نمیذارم برینی کار کنم برم من آقا اوکی در رو باز کنیم بریم بیرون. الان چرا قهر میکنی مگه قرار نبودیم تو زندگی مهدی دربازشو تو هم داداش میبازی یا باید برین اونجا حاجی یا چه بوی اومد بابا مگه بازنده برنده است این مرگومی تو زندگی میکنیم الان نمیذاره برینم بابا بکن، مهدی بکن. باختی یا ما داریم میکنیم بو میگیره یه ذره دیگه میدم سوال با دست برداره آقا باز کن آقا باز کن خدا فستون من کندم داداش من کندم بکن داداش بکن اوکی. داداش سوال چنج کنیم ما بریم حالا ما تو برو قسمت بعدی برو. بچه اگه این ویدیو قسمت بعدی با من اسلام برو